ما یک شهروند تاجیک زاده ولایت ختلان. ما گفتنی دارم با محمد اقبال صدردین. محمد اقبال صدردین، تو خودت کی مردمان نصیحت میکنی؟ اصلی وطن دیگه جای. ای برادر، تو تمام مقامات جمهوری تاجیکستان پس زدی. ای پرکاتورا، ملیسا، دیگه اگه امنیت هم گپ زدی. تو خودت کی؟ ای که جایی؟ چی کارایی؟ تو یک بار مورا معلومات برای خودت یک بار معلومات با مردم نشان بده. خود چی کارایی؟ چی کارا بدی؟ پدرت کیه؟ برادرت کیه؟ همیورا یک بار مورا تو افشان بکن. مردم فتنه میدوزی، جنگ میاندازی، خود دور ایستادگی. او خیلی کارا همه میتونه. نیکی وطن آباد کردن، وطن دوست داشتن، ایرا پیغمبر ما گفتگی. مثال ایرا اسلام طلب میکنه که وطن دوست بدارین. نیکی تو فقط درباره همین پیشروی شوه میگوی که ایرا نیمی سومش خوردن، نیمی سومی دیگرش مانده، نمیچکا کده. تو برادر، تو یک کاری سازده جوانا را جمع که، یک کاری که مثال هم در فایده دولت باشه، هم در فایده اسلام باشه. هم خیلی کارا را تو گبزه. خودت نمیدونی چی گفته استی، فقط مردم جنگ میدازی، با خصوصا جوانای مهاجر گپ میزنی. ای جوانا جمع شوین، یک جای شوین، وطن آباد کنیم. این گپ این میمونه، این وطن ما آباد کنیم تا آباد کنی. فردا با فایده همی فرزندای ما و تو، با فایده مادر و پدر ما و تو، یا با فایده مهاجران که ما اینم خیلی وطن داریم میگه در جهان معرفی کنیم. تو نه یک سپارتسمنتی یا نه یکون عالمی که تو خیلی گپ زنی. تو در همین وطن چی فایده آوردگی که مردم با دعوا و با فتنه اندازی فیراد میکنی و دعوت میکنی. خیلی یک فایده که تو در دولت آورده باشی، یک فایده شد تو ما را گپ زن. ما مثال تو ما را دعوت میکنی که بخیزین برزیدی نمیکی، بخیزین برزیدی اوش، بخیزین تاجیکستان ایدستی یا بگیرین. ایدستی کی بگیرین؟ وطن آباد رفته است. 5 وقت نماز مسجد هوی مسجد رفت میرم، مسجد هم نماز شم میخونه. انا با هست جمع که کلوب میرم، کلوباش هم جمع آدمایی که چی نمودی که در تاجیکستان آدم هست همون کارش هم میرم میکنه. این هم مکتب هم هست، این صدیق هم هست، دانشگاه هم هست. ای تمامی دولت روی دنیا اومایستن در همین تاجیکستان اینا در دانشگاه تحصیل کردستن. تو با فایده ملت ما یک بار سخن که، تو یک بار با فایده که اقلا مسلمان هستی یک بار الحمدلله یا بسم الله بگو، سحر بخیر، بار بعد پای راست بخیر. فقط تاجیکستان تو پس میزنی. یک بار خوبی های وطن مونه گپ زن. یک بار شوه که تو مرد شه. یک بار امت محمد صلی الله علیه وسلم شکی. یک بار وطن دوست بدار، نام تاجیکستان بگیرن. تو خیلی نام تاجیکستان در پیش بگیرن، ممکن بخیزی آدم بزنی. ای برادر محمد اقبال، مترم میشناسم. من میدونم تا یک جایی با خیر رحمتی پدری ترم من میدونم. خیلی با ایروی تربیه رحمتی جفتم. خودمی ساز نبود. خودت میدونی ای کارو را. خیلی دیگه متر اگه گفتنی ندارم. جوانان عزیز، با گفته های این خواهین دولت، ای اگر خواهین نمیشید در اروپا، تازی همی ما کاری تر همی خودش معینه و خیلی تر همی سرمایه گذاری میکنن خوجاگان خارجی. تو گپ میزنی، اگه تو به فایده گپ نمیزنی، تو دهن تغم نمیتی. ما تو را میشناسم، تو را اولادی شما را هم میدونم. خلاصی گپ برادران عزیز، و گپای این محمد اقبالی خائن یعنی دعواگر گوش نکنین. بیاین وطن آباد کنیم. همین تینجی و آرامی که در وطن خودمون هسته همین را گم نکنیم. همین را دیگر دولت ها آرزو دارن هم خیلی تینجی و آرامی را. ما فکری خودم بیان کردم. این خواهی نگوش نکنین. خداوند نگهبانتون.